جمیلوف ابوبکر. یک جان تشکر مادرت رحمت گو. آنی که در آزمون اشتراک کرده جای اول صدا شد. بله جناب. 70,000 خیلی. 2 سال معاش معلم را گرفتی آزمون. 2 سال. فهمیدید؟ بله جناب. این یک دیگرش که اینقدر کتاب‌های خواندی، دانش گرفتی، عقلت شعورت وسیع شد. بله جناب. سخنندان، سخنور. بله جناب. کو یک پارچه از اون شعرهای قرائت کن. شعر از استاد محمد آقایی. همان راه که پایانش نمیبینم وطنداری است. همان درد که درمانش نمیبینم وطنداری است. و خونی ناف هر خاک شود آلوده جان دارد. تنی را بیغمی جانش نمیبینم وطنداری است. تنور از آتش و آبی نمکدارش غذا گیرد. نشانی خوردنی نانش نمیبینم وطنداری است. همان مرد که از تیر عدو دارد جراحت ها، ولی چشمانی گریانش نمیبینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش. همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداری است. اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید؟ دلی خالی ز ارمانش نمیبینم وطنداری است. راهی آسان شوی این مشکل خود را همه جویند. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است. فدایی را محمد شکوه از باری گرانش نیست. ز عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداری است. تشکر. دیدید بچه خواندن چیست؟ برآوردهای مرا گوش بکنید شما. گوش بکنید بفرمایید. آینده تاجیکستان در دست شما، در رسان جوانان امروزه